سلام. علت قطع نکردن آبگیری آب ماشین لباسشویی چیه؟ این مشکل میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. مورد اول خرابی قطعه هیدروستاته که وظیفه‌اش سنجش و اندازه‌گیری مقدار آب درون لباسشوییه که به علت خرابی نمیتونه اعلام کنه که چه مقدار آب درون لباسشویی وجود داره. مورد بعدی خرابی شیربرقیه که وظیفه‌اش قطع کردن آب ورودی به ماشین لباسشوییه که به علت خرابی نمیتونه آب ورودی به دستگاه رو قطع کنه. و مورد آخر ممکنه مشکل از برد دستگاه باشه که پیام‌های دریافتی از سنسور هیدروستات رو نمیتونه دریافت کنه یا دریافت میکنه و نمیتونه پردازش کنه یا حتی پردازش میکنه اما نمیتونه فرمان قطع آب رو بده. اگر ماشین لباسشویی شما هم دچار مشکل شده و نمیتونه آبگیری رو قطع کنه، این رو توجه کنید که باید به متخصص مربوطه مراجعه بکنید و کاردون میتونه توی این موضوع به شما کمک کنه. ممنون از توجهتون. کار رو به کاردون بسپارید.